یو سلام به چگه دوست داشتنی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال من. توی این ویدیو خیلی چیزا راجع به هوش مصنوعی شنیدین که خیلی عجیب بوده. من تصمیم گرفتم هوش مصنوعی بپرسم که ببینم چه لیست سوالای عجیبی واسم داره، چقدر عجیب میتونه از آدم سوال بپرسه. یه لیست تحتیه از سوالا آماده کردم و میریم که با هم سوالا رو بخونیم و بهشون جواب بدیم. شما اگه جوابی دارین حتما تو کامنت ها بگین. بزن بریم. سوال 1. چیکار میکنی اگه جنازه تو اتاق هتل پیدا کنی؟ چیکار میکنی؟ نه جنازه همه زنگ میزنن پلیس. منم همین کارو میکنم. شما چیکار کنی؟ خودت نکشی طرفو یا اینو در نظر بگیر. من این چجوری میگم؟ مگه بریکینگ بد دیدن میدونن بشکه فاکین هستید. بریم سوال 2. آیا افراد کچلی که تو رستوران کار میکنن نیازی به پوشش سر دارن؟ کلاه؟ قطعا نه، چون دیگه چیزی رو سرش اون ماهیته نیست که بریزه تو غذا. مثلا یه مش یاد و خاطره باهاشو میتونه بریزه تو غذا. چی فکر می‌کنی راجع به این سوال؟ عجیبه. کچل شدم میتونم جواب بدم، نمیدونم. میشی ان شاءالله. مرسی. این ویدیو 10,000 تا لایک بگیریم ماهاشو میتونم. سوال 3. اگه توی چیزی رو به عنوان غیر قابل توصیفش کنی، این به معنی نیست که توصیفش کردی؟ سوال 4. چرا میگن خواب ناز ولی وقتی بیدار میشی ژولیده و زشتی؟ من بیدار میشم نمیتونم تو اینو با خودم نگاه کنم، افسردگی میگیرم اون لحظه. این جوابش چیه؟ هوش مصنوعی نمیخوام. جینیس. آفرین. اگه یکی بخواد با صندلی بقیه اعدام بشه ولی وقت اعدام بهش حمله قوی دست بده باید نجاتش داد یا نه؟ عقلانی بخوای حساب کنی قرار اول آخر بمیره، پس به نظرم نباید نجاتش داد. نجات بدی که چی بشه؟ خدا میمیره خودش دیگه. لذت کشتن میشه ریوایو میکنی خودت میکشی. کالافازیا چیه؟ داره واقعا اعدام میشه. تو کالافش فینیشر که خودش نمیزنی. میخواست بمیره، خب قبلش میمردی ولی چی گرفتنش پس؟ بگیرن که بکشن دیگه. راست میگه. اینه کسایی که مچ شیشونی میدن درک میکنن. واقعا این قضیه چیزه. سوال 6. آیا حدی برای این که چقدر یه انسان میتونه باهوش باشه وجود داره؟ نه. راست میگه. من چرا اصلا با لایک نه چی بود سوال؟ مثلا انسان میتونه حد داشته باشه هوشش یا نه؟ واقعا هوشش حد نداره. من خودم در حد فلش 60 شدم. بیشتر از اون فکر نکنم بتونم یاد بگیرم. ولی خب بقیه فکر کنم بتونم بیشتر یاد بگیرم. سوال 7. کدومو ترجیح میدی؟ اینکه زنده مونی ولی تنها باشی یا در حال مرگ باشی کنار گروهی از دوستات؟ دارکه باشه. گپ شدم بودم رفت. خیلی دارکه. به نظر من که با گروهی از دوستامون مردانه بمیریم. ما زنده مونی تنهایی چیکار کنیم؟ زنده مونی تنهایی نماید 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز یه حوصله‌ات سر میره. خوده واقعا حوصله‌ات سر میره. حال نمیده. دور هم دیگه نمیگیم شاد باشیم. سوال بعدی. سوال 8. کدومو ترجیح میدی؟ بینی نداشته باشی ولی انگشتات بوی خیلی خوبی بدن یا کور باشی ولی چهره خیلی زیبایی داشته باشی؟ چیه؟ چرا؟ این رسما از کدومش میتونی استفاده کنی؟ خب اصلا چرا؟ هوش مصنوعی داره ماتریس خارج میشه به نظرم. به نظر من میدونی این پوینتش چیه؟ تو وقتی انگشتات بوی خوبی بدن خودت که نمیتونی بکنی. خب زشت هم بری هرکی میاد رو پکولیت دماغش انگشتت تو داشت بیا بکن. یکم زشت خیته. به نظر من میگه حالا کور باشه خودت نمیدی بهتر از دایی که میبینه مثلا خوشگلی رد میشه لذت میبره. ولی انگشت نمیتونی بکنی دماغ همه. هیچی نمیتونی ببینی. بو نکنی خیلی بهتره. زندگی بی بو. خب خودت بو میدی. بوی خوب حالا. بو بگیره ترسی کور باشی. یه خرس بوگنده بهتر از یه خرس کوره. این بگه بوی خوب بوگنده کجا آوردی؟ سال 9. چرا به شترمرغ نر نمیگن شتر خروس؟
ها بابا چه مسئله ای بود؟ هوشمندی اینقدر لوس. خب سوال 10. اگه همه آدمای روی زمین با هم بپرن چه اتفاقی میفته؟ اینو الان نباید بریم یه کاغذ خودکار بیاریم بشینیم فیزیک حساب کنیم. سوال فیزیک داریه. نه فاکین به شطور خروسه. آره. نه سوال فیزیکی هاش. این سوال فیزیکی داریم ما این مثلا اینشتین هم اینجا بود الان ما خوش ارور میداد. ما که مثلا بخوایم جلو دوربین واسه ویدیو بشینیم اینجا جرم اینا حساب کنیم. یه چیزی میشه دیگه. یه چیزی میشه یه چیزی به هر حال. بعد میشه واسه چی برسیستش؟ تازه کنسرت ترافیس اسکوت دیگه. حالا این قضیه که 8 بار هم یه فیلم اجرا کرده بود که کرن سلسله اومده جالب بود اونم. ولی اینو ما که وقت کافی نداریم تو ویدیو بشینیم براتون حساب کنیم. وقت هم داشته باشیم بلد نیستیم. یه چیزی میشه. آره یه چیزی میشه. رسیدیم به آخر لیست سوالا ولی خب سوالا قطعا خیلی بیشتر از اینا بود. ما چند باری هوش مصنوعی از هوش مصنوعی انگلیسی فارسی پرسیدیم. واقعا مزخرفی تحویلمون داد. حتی یادم سوال اول یکیشون این بود که چرا سایز پای سیندرلا چند بود که کفشش جز پای خودش به کسی نمیشد. اینو من واقعا درک نکردم. چی جوابی بدم به این؟ از چی؟ یادم حالا وقتی یه برای ویدیو تمام بشه یه پارتو نذاریم این چیزایی که جوابی نداره جواب بدیم. مثل کفش سیندرلا. میشه این حرفه‌ای تحلیل می‌کنیم. ایده خوبی بود. خوبه. ایده خوبی بود. بگید درسته. اگه دوست دارین پارت 2 این باشه که حتما تو کامنت ها ببینید. اگر هم سوال عجیبی خودتون دارین و مثل ما جواب واسش پیدا نکردین تو کامنت ها بگید که تو پارت 2 حتما بذارین سوالاتونو. لایک و ساب یادتون نره. بای.